رستم رئیس شرکت است که به نصب تجهیزات سر و کار دارد. به گفته این صاحبکار، بر اضافه بلند بودن میزان انداز، ناظران پیوسته طلب میکنند که مبلغ تا 1 و یا 2 ماه پیش پرداخت شود. تفتیش های نقشوی تا حد طول میکشند که رستم برای اداره نمودن تجارتش فرصت نمییابد. رستم به خلاصه اومد که از تجارتش دست کشد. هم کارخونه را محکم کردنیم. چیزی که محکم کردن چند قصید اول همین کارخونه را کردگی شب پرایورکه کردن هیچ که محکم کردن. چند باشید اول که هم کارخونه کردن 5 برجای پرایورکه کردن. هر سال هزارها نمایندگان تجارت خرد و میانه ترک فعالیت میکنند. رسما تصمیم آنها به بحران مالی ربط داده می شود. اما کارشناسان میگویند مشکلات در انداز است. اگر اندازها بیش از 30% درآمد را تشکیل بدهند، درباره رشد تجارت حاجت حرف زدن نمیماند. اگر صاحبکار برای رشد من بعده تجارتش مبلغ ذخیروی نداشته باشد، از کجا توسعه می‌یابد؟ اگر ما می‌خواهیم در آینده انکشاف یابیم، باید اندازها کم کرده شوند. این اکسیوم است که هیچ اثبات زیادتی را نمی‌خواهد. بانک جهانی میگوید از لحاظ پیشبرد تجارت، تاجیکستان در میان 190 کشور در مقام 183م قرار دارد. به حساب میانه سالانه یک صاحبکار برای اندازسپاری 224 ساعت خود را صرف می کند. بیش از 30% اندازها به پرداخت‌های دوم درجه راست می آیند. کارشناسان بانک جهانی میگویند که بعضی نوع‌های انداز از جمله از استفاده برندگان راه ناعادلانه است. در اصل این اندازسپاری 3 کرته می شود. از اندازسپاری آزاد کردن بعضی کارگاه‌های دولتی وزنینی را به دوش کارخانه‌های بار می‌کند که از چنین امتیاز برخوردار نیستند. نقشه انداز را حکومت تعیین می‌کند و آن هم مسئله از 15 تا 20% بلند می‌رود. بخش علاهیده وجود دارد که از امتیاز خوبی دولتی اندازسپاری برخوردار می باشد. از طرف دیگر ما بخش بزرگ غیر رسمی را می بینیم که کوشش می کند زیر سایه و دور از مد نظری کمیته انداز باشد. در نتیجه یک بخش خرد خصوصی باقی می ماند که تمام وزنینی بر دوشش است. در بانک جهانی میگویند اگر مقامات فوراً چاره اندیشی نکنند، دیگر از جای امکان ستاندن انداز وجود نخواهد داشت. فهمیش موجود است که این وسیله سیاسی یعنی امتیازهای اندازی به طور ثمرناک استفاده نمی شود. آن را باید تکمیل داد. این به حکومت امکان می دهد که با این و یا آن شرکت مناسبتی مستقیم را به راه ماند که از امتیاز اندازی برخوردار است و سرمایه علاوگی را وارد می کند. با توجه به شکایت‌های زیاد درباره سرباری مالیاتی، تاجیکستان تصمیم گرفته است به کودکس اندازی تاجیکستان اصلاحات وارد کند. مقامات میگویند به کم کردن انداز، شیوه‌های پیچیده مالیات سپاری و کاهش تفتیش‌های پی در هم کارمندان این نهاد توجه ظاهر کرده خواهد شد.